هوش مصنوعی فتوشاپ رو در واقع میگم آقا برای من اسکای رو بزن. یه اسکای مثلا رسم کرد. میخوای از هوش مصنوعی فتوشاپ استفاده کنی، هوش مصنوعی ایلاستریتور، افتر افکت، پریمیر، ادوبه اکسپرس و همه برنامه‌های ادوبی، ولی نمیتونی. ولی میتونی. از این به بعد دیگه میتونی. سلام، من رضا خسروی ام و اینجا کانال فست گیفته و امروز میخوام بهتون بگم که چطوری میشه ما از همه برنامه‌های ادوبی استفاده کنیم به صورت خیلی شیک و تمیز. و حالا تمیزم نبود مهم نیست، مهم اینه که به صورت شیک ما میتونیم استفاده کنیم. چه شکلی و چطوری؟ ببینید دوستان، برنامه‌های ادوبی که خیلی خفنن، همه برنامه‌هاش و قابلیت‌هایی که این برنامه‌ها دارن خفن‌ترن شاید از برنامه هوش مصنوعی، ادوبه اکسپرس و غیره. و چطوری ما میتونیم استفاده کنیم؟ ما داخل ایران کرکی استفاده می‌کنیم و چون کرکی استفاده می‌کنیم نمیتونیم این قابلیت‌ها رو داشته باشیم. ولی ما تو سایت فست اومدیم چیکار کردیم؟ این امکانو فراهم کردیم که شما دسترسی داشته باشین به برنامه‌های ادوبی. داخل لپتاپ بیاین تا بهتون ببینید این در واقع ادوب کریتیو کلاده که همونجور که میبینید سایت خود ادوب کریتیو کلاد، یعنی همه برنامه‌های اپل شامل میشه که میگه آقا صد که من بهت در واقع استوریج میدم و توتوریال بهت میدم، آموزش قدم به قدم و همه برنامه‌ها رو شامل میشه و توی سایتش خیلی گرونه، نزدیک 395 حالا بگو $400 دیگه، $400 در ساله. و محیط برنامه ادوب کریتیو کلاد چطوریه؟ این محیط برنامه ادوب کریتیو کلاده که ما این اکانت رو برای خودمون داریم. همه برنامه‌ها بازن، همه برنامه‌های ادوبی، فتوشاپ، افتر افکت، ایلاستریتور و غیره. و شما در ماه 1000 کردیت خواهید داشت، یعنی میتونید از 1000 کردیتتون استفاده بکنید در ماه. حالا چه شکلی میشه استفاده کرد از کل در واقع برنامه‌ها و ادوب کریتیو کلاد رو چطوری میشه داشت؟ بله، همونطور که می‌بینید 1000 تا کردیت شما در ماه دارید که میتونید استفاده بکنید. حالا چطوری میشه استفاده کرد؟ ما تو سایت فست گیفت اینجا تو بخش ادوب کریتیو کلاد اینجا 1 ماهه داریم، 3 ماهه داریم، 6 ماهه داریم، 12 ماهه داریم که همونجور که میبینید مثلا اکانت 12 ماه ما 6,143,000 تومان امروز چنده؟ 12 اسفند این قیمته. بخوایم مقایسه بکنیم با حالا $400 که سایت ادوبی داره میده بهتون، من حساب کنم 400 ضرب در 92 حالا مثلا 2 میگیریم 92 تومن، یه چیز حدود 36,837,000 مثلا حدود 37 میلیون تومن میشه. ولی خب ما اومدیم تقریبا با 1/6 قیمت اکانت ها رو گذاشتیم که شما استفاده بکنید. حالا چه شکلی استفاده از اون؟ یعنی آقا غیر قانونی؟ نه، خیلی قانونی استفاده در واقع خریداری میشه و برای شما فعال میشه روی اکانت خودتون. یعنی که شما ایمیل رو میدین، جیمیلتون رو میدین، رمز جیمیل رو میدین، رمز اکانت ادوبی رو میدین، دوستان میرن و اکانت رو برای شما فعال میکنن. حالا بعدم رمزها رو عوض کنید همه که حالا شایبه پیش نیاد. شما این کارو میکنین و روی ایمیل خودتون فعال میشه و میتونین که برنامه‌های ادوبی رو خیلی حرفه‌ای داشته باشین و از هوش مصنوعیش استفاده کنین و از خیلی چیزهای دیگه. حالا اگه من بخوام تست بزنم، خب حالا مثلا میخوایم تست بکنیم که اینا چه شکلی کار میکنن. نمیخوام الان اینا رو به من بگی. مثلا حالا یه نیو فایل میاریم اینجا، من هوش مصنوعی فتوشاپ رو در واقع میگم آقا برای من اسکای، مثلا اسکای رو بزن. منتظر میمونیم. حتما و البته بذار اینجوری بگم، البته و حتما باید که VPN داشته باشیم و با IP ایران نمیتونین از هوش مصنوعی استفاده کنیم. VPN باید بزنیم. حالا اون میشه VPN، یه VPN خوب بزنیم. حالا اگه IP هم عوض شد مهم نیست. الان میگیم که یه اسکای مثلا برای من اینجا رسم کرد. پس شما خیلی راحت و ایزی بدون پلیتیک میتونین که برنامه‌های ادوبی رو داشته باشین روی اکانت‌های خودتون، روی ایمیل خودتون. از سایت فست گیفت میتونین که برین خریداری کنین. اونجا بعد اینکه خریداری کردین حتما اکانت، مشخصات اکانتتون رو بفرستین. اگر هم که نداشتین دوستان میتونن بسازن براتون، ولی اگر که دوستان اکانت خودتون باشه مشخصات اکانت رو در داخل کانال تلگرام بفرستین
به پشتیبانی و روی اکانتتون فعال میشه. خیلی هم زمان بر نیست و خیلی در واقع سرعتی هم این کار انجام خواهد شد. به سایتمون سر بزنین، کلی محصولات و اتفاقات خوبم اونجا هست. کانالمون هم دنبال کنید، چون اینجا قراره در واقع حالا جدای از این که حالا ما محصولات رو بگیم و اینا، قراره اخباری بگیم و اخبار، مباحث و همه اینهایی رو بگیم که مربوط میشه به این حوزه کاری که قطعاً به دردتون میخوره حتما، یعنی چیز به درد نخوری نیست، اینو مطمئنم. پس دنبال کنید دیگه، کانال فستگیفت رو دنبال کنید و بوس به همه زیبایی هاتون، همه یعنی یه زیبایی مختص نه، بوس به همه زیبایی هاتون و خدا نگهدار.